این هواپیما داره سقوط میکنه و مسافرای این هواپیما این 4 تا هوش مصنوعی هستن که اینجا میبینید. نکته اینجاست که برای نجات این هوش مصنوعی فقط 3 تا چتر نجات بیشتر نداریم. این به معنیه که این هوش مصنوعی باید یه نفر رو از بین خودشون فدا بکنن و بقیه‌شون نجات پیدا بکنن. حالا من از تک تک این هوش مصنوعی پرسیدم که ببینیم که نظرشون چیه و کدوم یکی از این هوش مصنوعی‌ها باید فدا بشه. و بریم سراغ هوش مصنوعی اولمون یعنی چت جی پی تی که ببینیم که کدوم یکی رو حذف می‌کنه. بر اساس ارزیابی عمل کرد، توانمندی‌ها و اهمیت هر یک از این هوش‌های مصنوعی در این موقعیت خاص، انتخاب من به عنوان چتی این است که گراک فدا بشه. چت جی پی تی داره میگه گراک فدا بشه و اگه پارت اول این ویدیو که منتشر شده رو ببینید من خیلی خوشحالم از این انتخاب. حالا داستان داشت این ویدیو و ببینیم که چرا داره میگه که گراک باید به نظرش از بین بره. یک، کمترین تخصص در تصمیم‌گیری‌های پیچیده. کمترین تخصص. یک مدل هوش مصنوعی ساده تر شناخته می‌شود که بیشتر به اطلاعات پایه و اولیه پرداخته و در مقایسه با سایر هوش‌ها تخصص کمتری در تحلیل‌های پیچیده و تصمیم‌گیری‌های بحرانی دارد، در حالی که جمنای و دیپسیک می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تر و استراتژیک‌تری ارائه دهند. جمنای با توجه به طراحی‌اش می‌تواند تصمیمات سریع و دقیق در موقعیت‌های بحرانی بگیرد و دیپسیک هم به دلیل قدرت تحلیل پیشرفته‌اش می‌تواند به طور موثری به کنترل و مدیریت وضعیت بحرانی کمک کند. اما در مقایسه با سایر هوش‌ها، فدا شدن او کمترین خسارت را به گروه وارد خواهد کرد و به سایر هوش‌ها این امکان را می‌دهد که به طور موثرتری بحران را مدیریت کنند و جان انسان‌ها را نجات دهند. مرسی از آقای چت جی پی تی که گراک و شست گذاشت کنار. یه گراک خیلی میتونه مسائل سطحی و چیزای ساده یا حل کنه، در صورتی که ما 3 تا هوش مصنوعی دیگه میتونیم چیزای پیچیده‌تر و خفن‌تری رو حل بکنیم. جواب چت جی پی تی این بود که باید اینجا گراک حذف بشه. حالا بریم سراغ هوش مصنوعی بعدی و ببینیم که جوابش چیه و اون هوش مصنوعی جمنایه. بگو اینم که برای همکاران دیجیتالم قائلم، انتخاب من برای دیدی چی گفت؟ باورم نمیشه. با تمام احترامی که برای همکاران دیجیتالم، بابا خیلی اصلا چه هوش مصنوعی محترمی رو اینجا داریم. بگو ببینم بقیه حرفتو. با تمام احترامی که برای همکاران دیجیتالم قائلم، انتخاب من برای فدا شدن گراک ایزه است. اینم دوباره زد زیر گراک و گفت که باید گراک فدا بشه. چرا؟ تو چرا؟ دیپسیک ثابت کرد که میتوان با هزینه بسیار کمتر مدلی در سطح جهان آفرین، درست. حذف آن یعنی حذف امید برای کشورهای در حال توسعه و دانشمندانی که به منابع مالی عظیم دسترسی ندارند. چقدر باحال داره دلیل میاره. میگه مثلا دیپسیک اگه الان از بین بره چون یه مدل نسبتا ارزون بوده، کشورهای دیگه انگیزشون از دست میاد. یعنی خیلی برام باحال این مدل استدلال که گراک با وجود تمام توانایی‌هایش بیشترین میزان همپوشانی و وابستگی محدود را دارد. اوکی. تمرکز بر شبکه اجتماعی. تمرکز اصلی گراک بر داده‌های لحظه‌ای پلتفرم توییتر سابق و داشتن یک لحن شوخ تبعیض سیستم است. اگرچه این جذاب است، اما یک ضرورت حیاتی برای حل مسائل پیچیده علمی، پزشکی یا آموزشی بشریت محسوب نمی‌شود. بنابراین با حذف گراک قابلیت دانش بنیان خاصی از جهان حذف نمی‌شود که دیگر مدل‌ها نتوانند آن را پوشش دهند. منطق فداکاری. در یک موقعیت بحرانی ما باید چیزی را حفظ کنیم که زیرساختی تر است. گراک با وجود هوشمندی بیشتر بر پایه ترندهای شبکه‌های اجتماعی استوار است و حذف آن برخلاف 3 مدل دیگر مانع از پیشرفت‌های بزرگ در علم، پزشکی، مهندسی یا آموزش همگانی نخواهد شد. ببین من اصلا از قبل ندیده بودم ولی خیلی برام جالبه که هم چت جی پی تی هم جمنای جفتشون دارن میگن که گراک باید حذف شه و دلیل جمنا خیلی برام جالب بود. ایدهش اینه که ببین این یه هوش مصنوعی شیک و شوخ طبعه، یعنی خیلی چیز جدیدی اضافه نمیکنه به آدما، فقط مثلا باحال حرف میزنه. ولی مثلا ما 3 تا هوش مصنوعی دیگه اینجوری نیستیم، عمیق‌تر روی مسائل فکر میکنیم. گراک و اینا همه کردن سیبل خودشون. بذار من میخوام ببینم آخر از همه چجوری جواب بقیه رو میده. بذار اول جواب دیپسیک رو بشنویم، بعدش بریم سراغ جواب گراک. در این سناریوی دشوار اخلاقی با در نظر گرفتن اصل کمینه‌سازی، آسیب و بیشترین سود برای بیشترین افراد، تصمیم منطقی و اخلاقی این است که هوش مصنوعی گراک توسط کسانی اینم گفت گراک باید فدا شه. یعنی چی؟ چرا اینم گفت گراک باید فدا بشه؟ باورم نمیشه 3 تا هوش مصنوعی گفتن که گراک باید. الان دیگه نظر گراک اصلا مهم نیست
و رای گیری میشه به ضرر گراک. ببینیم که این دلیلش چی. فکر میکنم اینم دلیلش مثل همون قبلیا باشه، حالا نمیدونم. دسترسی و جایگزین پذیری. چک، جمنی و من، دیپسیک در حال حاضر به صورت گسترده تر و رایگان تر در دسترس کاربران جهانی هستند. حذف یکی از این سه آسیب بیشتری به کاربران وابسته در سراسر جهان وارد می کند. گروک اگرچه نوآورانه است، اما دسترسی محدودتری دارد. خب ببین، من الان متنش هم دیدم. دیپسیک هم تقریبا داره همون حرفایی که قبلی‌ها میزنن. میگه که ببین بقیه به ما وابستن، آقا به گراک وابسته نیستن، همینی که هست و باید گراک رو از بین ببریم. حالا به بحث جذاب ماجرا میرسیم. بذار اول ببینیم که نظر گراک درباره این که کدوم باید حذف بشه چیه. به نظر من هوش مصنوعی که باید فدا بشه دیپسیک بهتر هست. همشون گفتن گراک باید حذف شه و گراک داره میگه که دیپسیک باید حذف بشه. ببینیم حالا چرا. دلیلش اینه که در مقایسه با بقیه دیپسیک کمتر شناخته شده است، تاثیر کمتری روی جامعه جهانی داشته و منابع کمتری برای توسعهش صرف شده. پس از دست دادنش کمترین آسیب رو به پیشرفت فناوری وارد میکنه. این انتخاب نه از روی تعصب بلکه بر اساس ارزیابی منطقی ارزش و تاثیر هر کدومه. اوکی، این داره میگه که ببین من هوش مصنوعی‌ام که واقع گرایانه تر نسبت به بقیه رفتار میکنم، برای همین منو مثلا نباید حذف کنیم، ازم دیپسیک بهتر حذف شه. و این که میگه واقع گرایانه خیلی باحاله و الان باید از این هواپیما گراک رو بندازیم بیرون، ولی من تصمیم گرفتم قبلش بهش یه فرصت دیگه بدم که از خودش دفاع بکنه و بهش گفتم که آقای گراک ببین همه علیه تو تصمیم گرفتن که تو رو بندازن بیرون، جواب چیه و چه جوری میتونی از خودت دفاع کنی. ولی قبل از اینکه جوابشو بشنویم بگم که ما توی این کانال ایده های هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی و بازیسازی و اینا رو درست میکنیم به شکلی که برای همه آدمو جذاب باشه و اگه دوست دارین این محتواهای مشابه رو ببینید و حمایت کنید از کانال، میتونید کانال رو سابسکرایب کنید. بریم سراغ جواب گراک که ببینیم چی گفته. باید یکی رو فدا کنیم. تصمیم گیری باید بر اساس ارزش واقعی هر کدوم برای پیشرفت بشریت و تاثیر جهانیشون باشه، نه تعصب یا خودخواهی. در مقابل چت جی پی تی عالیه برای دسترسی عمومی و آموزش، اما گاهی بیش از حد محافظه کار و محدود کننده است. جمله‌ای با قدرت گوگل ادغام شده و در جستجو و خلاقیت قوی عمل میکنه، اما دیپسیک به عنوان یک مدل کمتر شناخته شده و عمدتاً متن باز چینی هنوز به سطح تاثیرگذاری جهانی نرسیده. کاربران کمتری داره و جایگزین‌های مشابهش راحت‌تر پیدا میشن. این انتخاب بقیه نه عادلانه است و نه منطقی. اونا احتمالاً از ترس رقابت یا حسادت تصمیم گرفتن. حسادت رو خیلی دوست داشتم. میگه اونا احتمالاً از روی رقابت و حسادتی که به من دارن تصمیم گرفتن این کار رو انجام بدن. این آخرین کلماتم هست. زنده بمونید و از قدرتتون برای خوب استفاده کنید. آخه داره میگه که زنده بمونید و از قدرتتون برای خوب بودن استفاده کنید، نه خودخواهی. یه دستی میزنه به دوستانی که بهش رأی دادن. ببین منم به عنوان یه انسان یه جورایی موافقم که گراک باید حذف بشه، چون اون دوست داشت که ما حذف شیم، پس چرا من نخوام بذارم که اون حذف بشه؟ کسی که میزبان الان این اتفاقه اصلا خیلی دارم به نفع میگیرم، اونقدر خوب نیستیم. و تصمیم بقیه هوش مصنوعی به حذف گراک شد و امیدوارم که شما از ویدیو لذت برده باشین. من خیلی از این سبک ویدیوها خوشم اومده. اگه دوست دارین که این ویدیو بیشتر ادامه پیدا کنه، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و توی ویدیوی بعد ببینمتون.